متافیزیک واژه‌ای است یونانی، تا متاتا فوسیکا، یعنی آنچه پس از فیزیک می آید. این عنوانی است که آندرونیکوس رودسی حدود 3 قرن بعد از ارسطو رسالاتی را که پس از کتاب فیزیک ارسطو آمده بود متافیزیک نامید، یعنی کتاب‌های بعد از فیزیک. اما این بعد از معنایی دوگانه دارد. نخست این که از نظر ترتیب نگارش است، یعنی کتابی که بعد از مجموعه مباحثی که راجع به فیزیک بوده نگاشته شده، و دوم از نظر مرتبه فکره. متافیزیک یعنی دانشی که از جهان محسوس و قوانین طبیعی فراتر می رود، به آنچه هست به مثابه هستی می پردازد. ارسطو در همان آغاز کتاب متافیزیک می گوید دانش مورد جستجوی ما دانشی است که وجود را به مثابه وجود می کاود، نه به مثابه چیزی خاص چون عدد یا جسم. به تعبیر ساده تر، متافیزیک علم پرسش از هستی است، نه از موجودات خاص. موضوع اصلی متافیزیک هستی شناسی، یعنی مبحث وجود است. واژه انتولوژی یا همون هستی شناسی از واژه یونانی اون برگرفته شده که صفت فاعلی اینای، یعنی فعل بودن است. بنیانگذار هستی شناسی باز هم پارمنیدس بود. ما پیشتر صحبت کردیم که پارمنیدس بنیانگذار معرفت شناسی هم بوده. اون نخستین فیلسوفی بود که از پرسش درباره منشأ چیزها آرخه گذر کرد و مستقیما به پرسش از بودن خود هستی رسید. برای فهم پارمنیدس باید تمایز مهمی میان موجود و وجود ایجاد کرد. وجود به طور کلی به معنای بودن است، یعنی فعلیت داشتن، تحقق یافتن. وقتی میگوییم چیزی وجود دارد، یعنی آن چیز در مرتبه ای از واقعیت هست. موجود اما به معنای آنچه وجود دارد است. پس موجود همان دارنده وجود است و وجود بودن. در نتیجه وجود صفتی است که به موجودات نسبت داده می شود، اما خودش نه شیء است، نه ویژگی در کنار ویژگی های دیگر، بلکه شرط همه ویژگی هاست. از نظر پارمنیدس موجود فقط آنچه وجود دارد نیست، بلکه بر جملاتی که شامل است می باشند هم صدق می کند. ارسطو متافیزیک را چنین تعریف می کند: متافیزیک علمی است که موجود را از آن حیث که موجود است بررسی می کند. یعنی در متافیزیک با اشیا از آن جهت که هستند کار داریم، نه از آن جهت که چه هستند. فیزیک از حرکت ماده می پرسد، ریاضیات از مقدار، اخلاق از عمل، اما متافیزیک از بودن موجودات می پرسد. این یعنی متافیزیک به دنبال بنیاد هستی است. در واقع متافیزیک می خواهد بداند هستی یعنی چه؟ چرا چیزی هست به جای آنکه هیچ نباشد؟ چه نسبتی میان وجود و ذهن است؟ آیا هستی ها سلسله مراتب دارند؟ مثلا خدا، عقل، طبیعت، انسان. به همین دلیل ارسطو آن را فلسفه اولا می نامید. نخستین دانشی که پایه همه علوم دیگر است. متافیزیک در کار کاوش بنیاد است. بنیاد هستی، بنیاد شناخت، بنیاد معنا. متافیزیسیان نمیپرسد این یا آن چیز چیست، بلکه میپرسد بودن چیزها یعنی چه؟ چرا به جای هیچ چیزی هست؟ این پرسش از پارمنیدس تا هایدگر روح متافیزیک را ساخته است. متافیزیسیان در پی کشف علتی است که همه چیزها را ممکن میسازد. از ارسطو تا اسپینوزا و لایبنیتس متافیزیسیان ها میپرسند آیا چیزی هست که همه موجودات به آن قائمند، مثل خدا، جوهر، طبیعت یا عقل مطلق؟ و هر یک پاسخ متفاوتی به این پرسش می‌دهند. متافیزیسیان به لایه‌های وجود می‌اندیشد: ماده و صورت، جوهر و عرض، امکان و فعلیت، ذهن و عین، زمان و ابدیت. او می‌خواهد بفهمد واقعیت از چه مراتب یا سطوحی ساخته شده است. او می‌پرسد چگونه ممکن است چیزی دگرگون شود و در عین حال همان بماند؟ اگر هر لحظه جهان نو می‌شود، من دیروز چه نسبتی با من امروز دارد؟ اگر همه چیز علی و ضروری است، آیا آزادی معنایی دارد؟ متافیزیسیان می‌کوشد جایگاه اراده و علیت را در نقشه هستی بیابد. او به جای اندازه‌گیری می‌پرسد آیا زمان واقعاً وجود دارد یا صرفاً نمود حرکت است؟ آیا مکان مستقل است یا نسبتی است میان چیزها؟
متافیزیسین میان آنچه هست و آنچه میتواند باشد تمایز میگذارد. آیا ممکن نوعی بودن دارد؟ آیا ممکن وجودی اونتیک دارد؟ اونتولوژیک دارد؟ لایبنیتس میگفت جهان ما بهترین جهان ممکن است. این پرسش کاملا پرسشی متافیزیکی است. آیا جهان بیرون از آگاهی ما وجود دارد؟ رابطه اندیشه و واقعیت چیست؟ این همان چیزی است که از متافیزیک کلاسیک به معرفت شناسی مدرن گذر کرد. به طور خلاصه فیلسوف متافیزیسین مثل کاوشگری است که نه در سطح پدیده ها بلکه در زیر ساخت وجود پدیده ها کندگاو می کند. علوم دیگر میپرسند چگونه، اما متافیزیک میپرسد چرا اصلا چیزی هست. اغلب تصور می شود که متافیزیک در عصر علم دیگر بیفایده است. اما این فقط ظاهر ماجراست. در واقع متافیزیک در جهان امروز نقش پنهان ولی حیاتی دارد، مثل اسکلت زیر پوست تمدن مدرن. بیایید آرام و دقیق بازش کنیم. متافیزیک هنوز زمین بازی علم را تعیین می کند. علم نمیگوید وجود چیست، بلکه فرض می کند که چیزی هست و آن چیز قابل شناخت است. این پیش‌فرض‌ها که هیچ آزمایشی نمی‌تواند آنها را ثابت کند، دقیقاً مسائل متافیزیکی اند. مثلا در فیزیک کوانتوم هنوز نمی‌دانیم ذره واقعاً چیست. موج است، احتمال است، اطلاعات است. متافیزیک جهت فلسفه علم و تکنولوژی را تعیین می‌کند. وقتی می‌پرسیم آیا هوش مصنوعی می‌تواند آگاه شود؟ آیا ذهن چیزی مادی است؟ آیا واقعیت فقط داده یا دیتاست؟ در حقیقت در قلمرو متافیزیک داریم سخن میگیم. متافیزیک امروز در مرکز مباحث فلسفه ذهن، هوش مصنوعی، فیزیک بنیادی و کیهانشناسی نشسته. متافیزیک پایه اخلاق و معنای زندگیه. اگر ندونیم که انسان چیست، آزادی چیست و آیا روح یا آگاهی صرفاً نتیجه فیزیک بدن است، هیچ دستگاه اخلاقی پایدار نمیماند. حتی وقتی انسان مدرن خدا را کنار میگذارد، ناگزیر است جای او را با نوعی اصل متافیزیکی پر کند. مثلا خدایینی، طبیعت یا انرژی جهان. متافیزیک در بحران معنای انسان معاصر نقش تفسیرگر دارد. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که داده، تصویر و سرعت جای مفهوم را گرفتند. متافیزیک با پرسش از بنیاد به ما یادآوری می‌کند که واقعیت صرفاً سطح نیست، بلکه عمقی دارد. هایدگر میگفت علم نمی‌اندیشد، یعنی علم نمی‌پرسد بودن چیست. متافیزیک کاری می‌کند که ما دوباره اندیشیدن به بودن را از یاد نبریم، اندیشیدن به هستی، به وجود. متافیزیک امروز به شکل‌های تازه برمیگردد. در فلسفه تحلیلی شاخه‌هایی مثل اونتولوژی، مدل متافیزیکس یا متافیزیکس آف مایند دقیقاً بازگشت متافیزیکند. البته با زبان منطقی و دقیق منطقی. در فلسفه قاره‌ای متفکرانی چون دریدا، دولوز از متافیزیک صحبت می‌کنند و هستی رو به مثابه نیرو یا متافیزیک اشیا از این اونتولوژی حرف میزنند. به زبان ساده‌تر حتی وقتی جهان میگوید که ما دیگر به متافیزیک نیازی نداریم، خودش در حال زیستن در نوعی متافیزیک ناآگاه است. ما نمیتوانیم از اندیشیدن به هستی فرار کنیم. فقط میتونیم ندیدهش بگیریم و وقتی هم که اون رو نبینیم لزوما متافیزیک هم اینطوری نیست که اونم ما رو نبینه. متافیزیک در لباس دیگری باز میگردد، در قالب ایدئولوژی، تکنولوژی یا حتی همین روان درمانی. بنابراین در جهان امروز متافیزیک نقشی شبیه زیرساخت فکری تمدن دارد. نه دیده می شود و نه اینکه می توان بدون آن چیزی ساخت. به طور کلی اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، اینکه متافیزیک از زمانی آغاز شد که انسان از خود پرسید چرا به جای هیچ چیزی هست. پارمنیدس نخستین کسی بود که این پرسش را به زبان فلسفی طرح کرد و گفت بودن است و نیستی نیست، که با این جمله اون بنیانگذار هستی شناسی یا همون اونتولوژی میشناسیمش، زیرا نگاهی را از اشیاء گوناگون موجودات به خود بودن آنها برگرداند. و تفاوت بین وجود و موجود هر چیزی است که هست: انسان، سنگ، ستاره،
اندیشه، ولی وجود همان بودن است. بودن این چیزهایی است که بودن موجودات است. آن نیروی بنیادی که همه موجودات را ممکن می‌کند. درک این تمایز به ما نشان می‌دهد متافیزیک درباره کل هستی سخن می‌گوید، نه درباره موجودات خاص. متافیزیک می‌کوشد بنیاد نهایی واقعیت را دریابد و اینکه اگر علوم می‌پرسند چگونه، متافیزیک می‌پرسد چرا اصلاً چیزی هست. تا حالا برسیم به این پرسش از چگونگیش. او به جای بررسی پدیده‌ها به امکان خود پدیده می‌پردازد. پس موضوعش نه چیزهای خاص، بلکه وجود چیزهاست، بودن چیزهاست. فیلسوف و متافیزیسیان در افقی می‌اندیشد که شامل این مسائل است: چیستی و معنای هستی در برابر موجود، بنیاد نهایی جهان، علت اول خدا یا جوهر، ساختار واقعیت، جوهر و عرض، امکان و فعلیت، ذهن و عین، و هویت و تغییر که آزادی و ضرورت، زمان و مکان، ممکن و واقعی ذهن و جهان. متافیزیسیان در واقع معمار نقشه کلی واقعیت است. او می‌خواهد بداند کل هستی چگونه ممکن است. متافیزیک در جهان امروز از صحنه بیرون نرفته و فقط چهرهش تغییر کرده. در علم تعیین کننده پیش‌فرض‌های بنیادی فیزیک و کیهانشناسی است، مثلا چیستی زمان یا ماده. در فناوری و هوش مصنوعی محور پرسش از آگاهی و ذهن است. در اخلاق و معنا تعیین کننده جایگاه انسان و ارزش آزادی است و در فلسفه معاصر به شکل‌های گوناگون باز می‌گردد. در منطق تحلیلی، پدیدارشناسی، اگزیستانسیالیسم و حتی در فلسفه اطلاعات و داده‌ها. متافیزیک امروز یادآور این حقیقت است که هیچ دانشی بدون پرسش از بنیاد هستی کامل نیست. متافیزیک مانند ریشه درخت است، در خاک پنهان است، اما بدون آن درخت نمی‌بالد. هر بار که انسان از معنا، حقیقت یا بنیاد می‌پرسد، در واقع پرسشی متافیزیکی رو داره طرح می‌کنه. هرچند که خودش ندونه. اگر بخوایم جمله نهایی بگیم و بحث رو جمع کنیم، این که متافیزیک کوشش عقل است برای فهمیدن بودن خود جهان. از پارمنیدس تا هایدگر، از ارسطو تا فیزیک کوانتومی، متافیزیک همان پرسش بی‌پایان انسان است از خودش: من کیم و چرا هستم؟